ایزید چو نخواست آنچه من خواستم، کی گردد راست آنچه من خواستم. گر جمله صواب است که او خواسته است، پس جمله خطاست آنچه من خواستم. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم من این فلک را ز میان. وز نو فلک دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. یا رب تو گلم سرشته ای من چه کنم، پشم و قصبم تو رشته ای من چه کنم. هر نیک و بدی که از من آید به وجود، تو بر سر من نوشته ای من چه کنم. مقصود ز جمله آفرینش مایم، در چشم خرد جوهر بینش مایم. این دایره ای جهان چو انگوشتری است، بی هیچ شک نقش نگینش مایم. پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است، گردنده فلک نیز به کار بوده است. زینهار قدم آهسته به خاک نهی، کان مردمک چشم نگار بوده است. گر کار فلک به عدل سنجیده بودی، اوحال فلک جمله پسندیده بودی. ور عدل بودی به کارها در گردون، کی خاطر اهل فضل سنجیده بودی. نقشیست که بر وجود من ریخته ای، صد بوالعجبی ز من برانگیخته ای. من زان به از این نمی توانم بودن، کز بوته مرا چنین برون ریخته ای. هر روز برآنم که کنم شب توبه، از جام و پیاله ای لبالب توبه. اکنون که رسید وقت گل توبه کجاست، در موسم گل ز توبه یا رب توبه. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. هرچند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سر بالاست مرا. معلوم نشد که در طرب خانه خاک، نقاش ازل بهر چه آراست مرا. آن ماه که گفتی ملک رحمان است، اکنون تو اگر نگه کنی شیطان است. رویی که چو آتش به زمستان خوش بود، امروز چو پوستین به تابستان است. اسرار جهان چنان که در دفتر ماست، گفتن نتوان که آن وبال سر ماست. چون نیست در این مردم نادان اهلی، نتوان گفتن چنان که در خاطر ماست. ایزید چو گل وجود می آراست، دانیست ز فعل ما چی برخواهد خواست. بی حکمش نیست هر گناهی که مراست، پس سوختن روز قسمت ز کجاست. تا چند زنم بر روی دریاها خیشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنیشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، کی رفت به دوزخ و کی آمد ز بهشت. دوری که در او آمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس هیچ نگفته اندرین معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. راز از همه ناکسان نهان باید داشت،
و اسرار نهاد ز ابلهان باید داشت. بنگر که چه میکنی تو با خلق خدای، چشم از همه مردمان همان باید داشت. تا خانقه و مدرسه ویران نشود، این کار قلندران به آسان نشود. تا امکان کفر و کفر امکان نشود، یک مرد حقیقتی مسلمان نشود. عشق ارچی بلاست آن بلا حکم خداست، بر حکم خدا ملامت خلق چراست؟ ور نیک و بدی بنده به تقدیر خداست، پس روز پسین حساب بر بنده چراست؟ من بنده عاصیم رضای تو کجاست؟ تاریک دلم نور و صفای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، این بیع بود لطف و ادای تو کجاست؟